کاش تو اروپا به دنیا اومده بودم، توی یک کشور خوشاب و هوا، مثلا ایتالیا. کاش که کلی آدم برام کار میکردن، راننده، محافظ، مربیای حسابی. کاش یه باشگاه فوتبال داشتم. فکر کن یوونتوس افسانه‌ای، ورزشگاه دلاپی. کاش پدرم یه شرکت خودروسازی بزرگ داشت، مثل فیات، مال خودش. کاش یه زندگی لوکس و اشرافی و آروم و بی دغدغه داشتم، پر مارک و برند و ثروت. دنیا رو ببین، آرزوهای من براش خاطره بود. ادواردو رو میگم، پسر آنیلی سرشناس. اما میون این معرکه حس کرد یه جای کار میلنگه. یه تصمیم بزرگ گرفت، تصمیم که ادامه زندگیشو پر از داستانهای عجیب و پر مخاطره کرد.